انگاری هیشه دستمون پیکه آب جو تگری فقط با پسته میزنیم چه تو لبم جی میچرخه فقط با فامیلی دون میگه بیبه نکنی عیبه میریزم شاباشو انگاری عیده حبیبی شیگرمه اوکی آقا همه میخوام بگن یواش یواش بذار ببینیم چی میشه دارم میرم یه بار دیگه میرم دارم میرم. مرسی که تشریف آوردید، خوشبختم از آشناییتون. بعد شما بچه کرجید؟ حاجی ناموسن قراره اول کجا فهمیدی بچه کرجم؟ آره و بچه زوران کرجم. خب من باهاتون تماس میگیرم. چیو تماس میگیرم؟ چیدم بریم خونمون. نه مثلا خونه مثلا از ظهر یا غروب شروع کن تا شب، از صبح یک کله شروع نکن که. آره خلاصه عزیزم. سلام سمیرا جون، چطوری؟ خوبی؟ عشقم گرونترین میکاپ تو برام بزن باشه. وای آره عزیزم، شوهرم قرار بوده برام پول بزنه ولی هنوز نزده. البته خودم حقوق دارم، اشکال. سلام خانم، این آدرس میدونین کجا؟ شرمنده نمیدونم. شما چطور عزیزم؟ چه جالب، بهت گفت عزیزم. من به همه میگم عزیزم. ولی به من نگفتی عزیزم. شاید منظور نداشت. فاتی این دختره رو ببین. ببینم این چیه همش فیلتر و افکته؟ سلیقت اینه واقعا؟ کلی هم ژل و بوتاکس زده، هنوزم شبیه در بتادینه. عمه منم اینقدر آرایش کنه خوب میشه دیگه، یعنی اینو فیلترشو سلام حال شما؟ سلام علیکم، خوبی؟ چطور آبرومونو بردی؟ هر کیو میبینی داری سلام میکنی. هر سلام 70 تا ثواب داره، درسته؟ درسته. من شمردم اگه در طول روز به 10 نفر سلام کنم نصفی از گناهام پاک میشه. مردها ذاتن خیانتکارن. شیشی جون من که اصلا خیانت نمیکنه. شرط ببندیم؟ ببندیم. سر چی؟ کله پاچه. یه جی پی اس هایی هست انقدر میگیری کار میذاری تو کفشش تا یک هفته تعقیبش میکنی، بعد نتیجه رو مادر جان اجازه بده کمکت کنم. الهی خیر ببینید زبون بیزارشن اینجا. خدمت شما. دستی حواست باشه خیلی سریع بلر نگی که فکر کنن خیلی مشتاقی. یکم ناز کن. باشه. خب عروس خانم یکم از خودت بگو. من دارم درس میخونم، فعلا قصد ازدواجم ندارم. بسته دیگه، چقدر سر صدا میکنید؟ گشتید برید تو اتاقتون دیگه. تو که حوصله بچه نداشتی واسه چی پدر شدی؟ پدر بودن به این نیست که فقط الو